سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور و صحتمند سر حال باشین. دوستای عزیز، یه بار براتون یک درباره آدرس قید معلومات میتونم. خدا کنه که به دردتون بخوره. دوستای عزیز، کسایی که اقامه جدید گرفتن یا داشتن به خاطر این آدرس قیدشون در مشکل پیش میاد. بعضی را در جا این پلوسینو میگیره، میگه که آدرستان نیست، باید آدرس قید جور کنین. به خاطر همین یکم معلومات بدم. دوستای عزیز، شما داخل دولتتان شدین، برین داخل دولتتان چی می نویسین؟ در روی پروفیلتان میخواد داخل دولت باز کیملیک bilgilerim میگه، کیملیک و آدرس bilgilerim. ایجا که زدی ایجا yenileme میگه، yenileme میگه. ایره که زدین آدرستان yenileme میشه. این آدرستان اگر مو آدرس قدیمیتون اگر پاک شد در پایین سرچ کنین آدرس جدید یا جای خالی بود، فکر کنین آدرس ندارین شما، در سیستم آدرستان قید نیست، شما او را هرچی زودتر قیدش کنین خیلی خوب میشه، به درتون میخوره. اگر نبود چیکار میکنین؟ حالا قدیمی آدرس های قدیمی پاک شده هستن، داخل چی هست کسی اقامه چوپانی گرفت آدرس هایشان پاک شده، باید از سر آدرس قید کنین. این مشکل سر خودمون آمد، یکم در سرای خودش داره. چیکار میکنین؟ داخل دولت اگه آدرس بخوای قید کنی صاحب خانه تا میگن یا تنوتر جور میکنه یا از طریق دولت. قلم قدیما بود، از اونا حال نیست، باید الکترونیک شوه. کلا سوزشمه میکنه داخل دولت. اگه خواستیم برای یک ویدیو آموزشی براتون جور میکنم چطوری صاحب خانه تان کلا سوزش میکنه و از شما اونایش بدین، یک فایل براتون میایه، از او فایل شما استفاده کرده بتانین. یعنی او فایل برین در یک ما اینترنت کافه میگیم، داخل اینترنت کافهش برین، او را میکشه براتون یک دوسته کده میته، میرین در کوچه داره دیپرم سیگورت است لازم است. دیگه چی لازم براتون؟ اپتاپسین کپیس لازم است، کپی کیملیک صاحب خانه تون لازم است. قبض آب در خانه تون نمیایه، میرین از همون بیسکی دمو آب که در شرکت آب میرین خودش براتون یک قبض میته، نوجه نام شما نام صاحب خانه اینا نوشته است، معلوم میشه. قد او از بلدی یک آدرس قید میرین، او را میگیرین میبرین آدرستون قید کرده براتون میته، خیلی با راحت تر. تا یک ویدیو دیگه خواهی آرمندگارتان باشه. کدام سوال داشته باشیم ما در خدمت هستیم.